دادستان شهر کلوب نسبت حسن تقایف سردار پیشینه شعبه حفظ محیط زیست شهر کلوب با اتهام برآمدن از وکالت‌های منصبی ماده 316 گرفتن پاره ماده 319 و قلابی ماده 247 پرونده جنایتی باز کرده است. مقامات دادستان کلوب میگویند تقایف به حبس گرفته شده است و تفتیشات به انجام رسیده است. در نسبت تقایف حسن مدیر شعبه حفظ محیط زیست شهر کلوب از جانب پروکراتور شهر با مده‌های 316 قسم 1 319 و 247 سه مدت پرونده جنایتی آغاز شد. نسبت به مورد شورای تشکیلی در نهاد حبس پیشگی تحقیق و پرونده بعد انجام تفتیش برای بررسی به سود ارسال گردیده است. عین حال مورد بررسی سودی قرار دارد پرونده. در صورت اثبات شدن گناهش به تقایف تا 10 سال حبس تهدید میکند. حسن تقایف تا تعیین شدن به وظیفه سردار شعبه حفظ محیط زیست شهر کلوب در ریاست حفظ محیط زیست منطقه کلوب کار میکرده است. برخی از همکارانش او را شخصی صادق به کار میشمارند و میگویند از بازداشت او تا حال در حیرتند. سردار نوی ریاست حفظ محیط زیست منطقه کلوب گفت که حالا به جای او کسی دیگر تعیین شده است. که من در من هست خطا نکنم یک مدت معینی فعالیت خودش رو در ریاست حفظ محیط زیست در منطقه کلوب این فعالیت میکرده است و با اینکه نارسایی نمان مسائل کادری اونا که وابسته میکنند در شعبه حفظ محیط زیست در شهر کلوب. نظر نزدیکان تقایف درباره پرونده تا حال معلوم نیست، ولی بازداشت منصبداران در منطقه کلوب بار اول نیست. در سالهای اخیر چندین منصبدار محلی با جرم‌های فساد، سوء استفاده از وظیفه و دیگر جنایت‌ها به زندان محکوم شدند.